سلام و درودی فراوان خدمت یکایک شما سرزمین دوستان آماده هستم از چنل کینگ آف دارکنس و این اولین ویدیو کانال منه. من میشم ویدیو لایک کنید، چنل من سابسکرایب کنید و این ویدیو رو بر دوستاتون بفرستید و بازنشرش کنید. دمتونم گرم. بریم برای ادامه آموزش که امروز اومدم آموزش میدم که چجوری بازیای پی سی و کنسولا و این چیزا روی موبایلتون اجرا کنید و به سادگی و بدون دردسر این چیزا. حالا چجوری این کار رو انجام بدیم؟ با کمک یک کلود گیم. حالا کلود گیم چیه؟ کلود گیم به فارسی میشه فضای بازی ابری. بازی ابری میشه به فارسی. و یعنی چی؟ یعنی یک جور شبیه ساز یک کلود گیم که بازی کامپیوتر یا کنسول رو به صورت اینترنتی رو موبایل میتونید بازی کنید بدون هیچ مشکلی. که رستیک یه دونه از اون کلود گیم هست. رستیک حالا چجوری یه دونه از اون کلود گیم هست؟ رستیک یه کلود گیم ایرانیه که سازندش ایرانی هست و ایرانی بود ساختنش و بهترین کلود گیم داخلی اینه. یعنی یه کلود گیم دیگه داریم به نام پلی پاد، ولی این 100 هیچ از اون جلوتره. بهترین کلود گیم ایرانی این کلود گیمه. نسخه بتاش هم هست، نسخه اصلیش نیومده و نسخه بتاش فکر کنم 25 تا 28 تا 30 تا اینا بازی داره و خیلی بازی داره، خیلی هم خوبه. ما کلود گیم های خارجی هم داریم. الان شما میگید کلود گیم های خارجی، خب بهتر نسخه بتا هم داره، خیلی هم بازی داره. کلود گیم های خارجی از پینگتون خیلی بده. یعنی شما یه ضرب در میزنید 10 دقیقه بعد ضرب در تازه یادش میفته تو بازی اجرا کنه. تا این حدی پینگتون خرابه. بعد اونجا پولم زیاد ازتون میگیره، یعنی به دلار پول میگیره. مثلا هر یه ساعت بازی کردن 10 دلار ازتون میگیره که خیلی پول میشه به تومان. و این برنامه بهترین کلود گیم داخلیه که من تا حالا دیدم و اصلا حال میکنید باشه. خب حالا این کلود گیم چجوری اجرا میشه؟ ما اینترنتمون روشن میکنیم، وارد کلود گیم میشیم، رستیک، و اینجا مینو برش میاد. اما اینجا که باید بریم روی آدمکی این بالا ضرب میزنیم و اینجا ما باید حساب بسازیم. یه حساب برای خودمون ایجاد میکنیم و وارد میشیم. وقتی حساب برای خودمون ساختیم حتما رمز و ایمیلی که باش وارد حساب میشید یادتون باشه، چون اگه اینا نباشه این رستیکر اگر زیاد واردش نشید میندازتتون بیرون از حسابتون. باید یادتون باشه که دوباره بتونید وارد حسابتون شید. شما اینجا کلمه منو رستیکه. شما وقتی وارد میشید اینجا میاد و یک کیف پول دارید که شما باید با این کیف پول بازی کنید. یعنی یه مقدار پول باید وارد بازی کنید و با اون پول بازی کنید که شما وقتی اول وارد رستیک میشید 20 یا 25 هزار تومان به شما بودجه میده، یه پول رایگان میده، اولش یک ساعت بتونید بازی کنید. حالا چجوری پول بریزیم داخلش؟ اینجا افزایش دار موجودی میزنیم. اینجا شما میتونید پول انتقال بدید که من 54000 تومان دارم. حالا دقت کنید، شما معادل ساعت هر ساعت میخواید اینجا بازی کنید که 25000 تومان، بیشتر نمیشه. یعنی ساعتی 25000 تومان از شما میگیره که اگر بخواید همینو داخل گیم ندید بازی کنید ساعتی 60 تا 100000 تومان باید پیاده شید که این خیلی خوبیه و دقیقه 400 ریال بیشتر، 410 ریال دقیقه که من 54000 تومان داخلش دارم. و اینجوری میزنید و مبلغی که میخواید رو میزنید و پرداخت میزنید که میره داخل چی و اینا. بعد دیگه رمز دوم چیزا بزنید و انتقال بدید. تغییر رمز هم اینجوری رمزتون رو تغییر بدید، همون رمزی که انتخاب کردید. اگه فراموش یا رمز سخت انتخاب کردید اینجوری تغییرش بدید. سوالایی که مردم ازش پرسیدن بزنید اونجا. سوالایی که بقیه از این سایت رستیک پرسیدن برای شما میاره. گفتگو با پشتیبانی، اینجا میتونید با پشتیبانی گفتگو کنید و پشتیبانی در جوابتون رو میده و خیلی هم پشتیبانیش خوبه. در ضمن اینو یادتون باشه پول اگه وارد بریزید اینجا دیگه نمیتونید پول برداشت کنید، پس حواستون باشه پول زیاد داخلش نریزید، چون نسخه بتای این شکلی و نسخه اصلیش دیگه این مورد حل میشه. در ضمن لینک دانلود برنامه هم زیر ویدیو قرار میدم و اگر لینک دانلود برنامه رو زیر ویدیو پیدا نکردید وارد گوگل بشید و کلمه رستیک رو بزنید و به فارسی و همونجا برای شما سایتش میاد و به فارسی یا انگلیسی بزنید فرق نداره، سایت اصلیش میاد و میتونید دانلودش کنید. هم بعد تازه این برنامه هم نسخه کامپیوتر داره، هم اندروید تیوی و هم موبایل. یعنی شما اگه کامپیوترتون خیلی ضعیف باشه این برنامه میتونید بریزید رو کامپیوترتون و با کامپیوترتون رزیدنت ایول 4 ریمیک بازی کنید مثلا،
یا تلویزیون تو اندروید تیوی داشته باشه، تلویزیونتون قابلیت اندروید داشته باشه، میتونید برید زیرش تلویزیونتون و بازی کنید. همین سادگی. حالا میریم سراغ بخش چرخدنده که بخش مهمیه. کیفیت ویدیو این بستگی به اینترنتتون داره، بستگی اصلا به سخت افزار گوشی اینا نره، فقط بستگی به اینترنتتون داره. نرخ میبینم که بیش از 30 fps نمیده و اینجا بیت ریت که من نورمال شو 4 چون بستگی به اینترنتتون داره. من بهتون میگم دیگه. بعد این برنامه دوستان از هر دسته پشتیبانی میکنه، یعنی از هر دسته ایکس باکس، کامپیوتر، پلی‌استیشن 2، پلی‌استیشن 1، از هر دسته‌ای که شما فکرشو کنید این برنامه پشتیبانی میکنه. اگر حالا دسته رو وصل کردید به این برنامه، شما با داشتن دکمه نمایش کنترل میتونید برید بازی کنید و اگرم دسته وصل نکردید اون تیکشو بزنید. شفافیت که اینجا شفافیت دکمه نشون میده. اینجا این دکمه رو بزنید LC و RC دکمهش میاد داخل همون دکمه اضافه میشه. بازنشانی با حالت پیش‌فرض اگر دسته رو تنظیم کرده باشین، مثلا دکمه بازی تنظیم کرده باشین، اون رو بزنید برمیاد رو حالت پیش‌فرض. خب حالا ما میریم سراغ بخش اصلی این بازی. بریم بازی رو به شما معرفی کنیم. از اول شروع کنیم. فیفا 23 آپدیت 2025. من همینجوری میذارم دیگه نمیخونم، خودتون بازی ها رو ببینید. بازی خیلی فوق العاده خوبی داره، بازی عالی داره، اگر دقت کنید خیلی بازی داره. خب این از این. من حالا بخوام سنگین ترین بازی رو اینجا تست کنم، یعنی که این سایلنت هیل 2 ریمیک. این نسخه ریمیک سایلنت هیله، فکر نکنید نسخه قدیمی میشه. میخوام بریم تست کنیم بر شما ببینید این چه شاهکاریه. بزنید بریم. خب دوستان این قابلیت خوبی که این برنامه داره، اصلا دیگه نیازی نیست تو صف بمونی. یعنی دیگه بعضی از برنامه با مثلا تو صف بمونی، مثلا تو مثلا نوبتت بشه، این دیگه اصلا نیاز نداره و درجه دکمه رو بزنید وارد بازی میشه و اصلا تو صف نمیمونه. این با قابلیت فوق العاده بالشه. دقت کنید این موسه، مثلا این وسط این موسه شبیه کامپیوتره دیگه، یه جور شبیه کامپیوتره. حالا باید وایسیم تا بازی یکم لود کنه که یکم سریعتر بیاره. بازی اگر بیاره بالا خوب میشه. رفت تو بازی. با این موسه چند بار بزنید بازی تا وارد بشه دیگه، شبیه کامپیوتر دیگه. اذیت نه هیچ وقت به اینترنتتون نره، به خود شبیه ساز اینا که کنامی اینو باید ببینید تا رد بشه. این هم از بازی سایلنت هیل 2 که دارید میبینید هیچ مشکلی پینگی من داخل بازی ندارم، لگی من داخل بازی ندارم. حالا میریم یه نیو گیم میزنیم تا ببینید خودتون بازی بدون هیچ مشکلی اجرا میشه رو موبایل. یه بازی دیگه هم براتون حالا تست میکنم. این صحنه ها رو من اسکیپ کنم بره رد بشه. و بفرمایید بازی سایلنت هیل نسخه ریمیکش که دارید میبینید بازی روون داره اجرا میشه. فقط یکم دکمه‌اشو تنظیم کنید. حالا چجوری دکمه‌اشو تنظیم کنیم؟ این چرخنده بالا رو میبینید، اگر یه بار بزنید روش دکمه‌اشو میتونید تغییر بدید که من الان اینو رو جابجا میکنم این شکل. بعد یه دونه دیگه بزنید میتونید کوچیک بزرگش کنید که من اینو یه کوچیکش هم میکنم. بعد یه دونه دیگه میزنیم میریمش پایین تر، بعد میزنیمش رو حالت اولیش. حالا این الان یکم بازی بهتر.
خیلی سخته کنترل کردن. باید برای هر بازی تنظیماتی بچینید دیگه که اذیتتون نکنه. الان مثلا این دوی ریمیک در من اذیت میکنه. خب من میارم بالا اینو میزنم روش دیگه برای میشه اشتر بشم بازی اول سایلنت هیل 2 ریمیک. این سراغ بازی بعدی. خب دوستان بازی بعدی تصمیم گرفتم مافیا 1 ریمیک رو براتون بیارم تست کنیم. بازی ها رو من زیاد براتون تست میکنم. مثلا مافیا هم برای شما تست کنم. بچه نسخه بته بازی ها زیرنویس نشده. من ازتون پرسیدم گفته حتما بازی ها زیرنویس قراره بکنیم. بازی زیرنویس میشه. ادامه میریم. من خودم یکم سیو یکم بازی کردم. اولش بازی کرده بودم. نه همون اولش شد. همون بخش اوله که تام میخواد تازه با اون دوتا مافیا آشنا میشه. همون باجاش کردم. چیزی حرکت کنم. Your leg okay up there? Hurts like hell. When we're back, I'll wake up the doc. I don't know. It might be okay. Just getting the call anyways. Hey, I see you listening, Cabby. You don't get to listen either. All I'm doing is taking you guys where you want to go. So do that. Wait. Hey, Cabby! Over the Giuliani Bridge to Central Island! You deaf? اوکی. این هم از مافیا که دارید میبینید یک پیاده شد. این میشه Okay, we're at the river. Where am I taking you once we're over the bridge? I'm getting tired out of questions. Four of them. Ah, shit! I know some shortcuts that'll slow them down. I don't care how you do it. Just shake them off. You left them in the dirt. We ain't clear yet. Keep driving. Poor bastards digging the road for the works program aren't gonna thank us for this. 3 crates down. How many motors were at the exchange? 4, 5 maybe? You know with him he's called for more. Sure feels like it. Next time we take more muscle. We should have expected trouble. خب دوستان خیلی سخت بود. اصلا نمیشد ردش کرد. به این نتیجه بشون بیایم بیرون. و در ضمن هر وقت بازی میاد بیرون پایان بازی حتما بزنید. اگه پایان بازی نزنید از پولتون کم میشه. این هم یادم رفت بگم. بریم سراغ بازی بعدی. خب دوستان بازی بعدی تصمیم گرفتم اسپایدرمن مایلز مورالس باشه. بازی آخر قرار بر شما تست کنیم. بازی بیاره بالا. چند دقیقه طول میکشه.
اوکی، اینا رو اولش میتونی رد کنی. میتونی رد کنی؟ بفرما اینم از بازی اسپایدرمن نایز مورالز که داری میبینید بدونش مشکلی اجرا میشه. دیگه من وارد نمیشم چون طول میکشه، کاتسین داره و کاتسینشم رد نمیشه. خب دوستان دمتون گرم که تا آخر این ویدیو با ما همراه بودید. مرسی، ممنون و تا ویدیو بعدی شما خدا دوست دارم. بدید